عاشقی واقعی هرگز مغلوب نمی شود. خاطره های عشقی هرگز فراموش نمی شوند و مدت‌ها بعدی از بین رفتن محرک اولی آن پابرجا باقی می مانند و به شخص تأثیر می گذارند. این هرگز مطلب نوین نیست. هر کس تحت تأثیر عشق واقعی متحول شده باشد این را می داند که بر ذهن انسان اثر بردوام باقی می گذارد. اثر عشق پایا و بردوام است، زیرا عشق طبیعت معنوی و روحانی دارد. کسی که نمی تواند تحت تأثیر عشق به مقام بلند برسد عاجز و درمانده است، مرده است، در حالی که به ظاهر زنده به نظر می رسد. با روزگار گذشته خود نگاه کنید. دیروزهای خود را در نظر بگیرید. به زمان بیاندیشید که در عشق بودید. لحظه های خوش آن زمان را در نظر مجسم کنید. با این کار ناراحتی ها و نگرانی های خود را کاهش می دهید. می توانید از حقیقت های ناخوشایند زندگی فاصله بگیرید و شاید ذهن شما با این بازگشت موقت به گذشته شما را در رویا و برنامه قرار دهد که تمام زندگی مادی شما را دگرگون سازد. اگر خود را به این دلیل که عاشق بودید و به جای نرسیدید انسانی سرازیربخت در نظر بگیرید، سخت در اشتباهه. بدانید که عاشق واقعی هرگز در شمار مغلوب شدگان قرار نمی گیرد. عشق با سراغ شخصان می آید، مدتها با آنها می ماند و به آگاهی قبلی می رود. آن را تا روزی که وجود دارد غنیمت بشمارید، اما نگران رفتن آن نباشید. این نگرانی هرگز آن را به سوی شما باز نمی گرداند. این را هم نپذیرید که عشق تنها یک بار به سراغ شخصان می آید. عشق می تواند رفت و آمد کند، اما هیچ تو عشق به یک اندازه به شخص اثر نمی گذارد. بسیار وقتا یک عشق بیش از دیگر عشقا به شخص اثر می گذارد. اما همه تجربه های عشقی فایده مند هستند، مگر برای کسانی که به خاطر رفتن آن کوه غم در بغل می گیرند و بدبین می شوند. یأس و ناامیدی در زمین عشقی بی‌معناست، بخصوص اگر بتوانیم فرق میان احساس عشق و علاقه جنسی را دانیم. فرق اصلی بر این است که عشق موضوعی معنوی است و حال آن که احساس جنسی طبیعی و بیولوژی است. هیچ تجربه‌ای که بر قلب انسان اثری معنوی می‌گذارد ضررناک نیست، مگر اینکه با جهل و حسد همراه باشد. بیشک عشق بزرگترین تجربه زندگی است که انسان را با فراست به انتها پیوند می‌دهد. وقتی عشق با احساس جنسی در هم می‌آمیزد آفرنده می‌شود. احساس عشق و میل جنسی و احساس تخیل سیکنجه‌ای هستند که برای به موفقیت رسیدن شخصان نقش بزرگ می‌بازند. عشق احساس است با سایه‌ها و جانب‌های گوناگون، اما شدیدترین و سوزنده‌ترین نوع عشق تجربه است که احساس عشق و نیروی جنسی در هم می‌آمیزد. البته توجه داشته باشید که عشق به تنهایی نمی‌تواند خوشبختی را به زندگی یک جفت به ارمغان آورد. نیروی جنسی هم به تنهایی نمی‌تواند به چنین مهمی دست یابد، اما وقتی این دو با هم می‌آمیزند احساس ایجاد می‌شود که احساس از معنویت در شخصان تولید می‌کند. وقتی احساس تخیل به احساس عشق و نیروی جنسی اضافه می‌شود، مانع‌های میان ذهن و انسان محدود و فراستی به انتها از بین می‌رود. اینجاست که نابغه صورتی بیگانه پیدا می‌کند. باید توجه داشت که همسر یک مرد می‌تواند او را به بالندگی یا شکست و ناکامی میل دهد. این نکته مهم است که باید در تمام زندگی زناشویی به آن توجه شود. به اطلاعی جنسی می‌تواند سبب سازی بسیاری از مشکلات گردد. وقت عشق با درک احساس جنسی همراه می‌شود، ناهماهنگی‌ها از بین می‌روند. از دیرباز گفتند که همسر یک مرد می‌تواند او را به موفقیت یا به شکست و ناکامی میل دهد، اما دلیل آن اکثراً بیان نمی‌شود. همه چیز وابستگی به درک یا عدم درک همسر از احساس عشق، علاقه جنسی و تخیل دارد. اگر زن شرایطی فراهم سازد که همسرش دل از او بکند و به زنان دیگر علاقمند شود، سببش بی‌فرقی و نسبت به عشق، میل جنسی و تخیل است. البته پیشفرضی همه اینها این است که عشق واقعی میان مرد و همسرش وجود داشته باشد. این مطلب به همین شکل در مورد رابطه او با همسرش صادق است.
بی‌فایده بودن ثروتی به همسر. بزرگترین نیروی انگیزه بخش برای مردان میل آنها به راضی کردن زنان است. در دوران پیش از تمدن و پیش از تاریخ، سبب آن که مردی شکارچی جانش را به خطر می انداخت این بود که در نظری زنی مورد علاقهش بزرگ و عظیم بنماید. طبیعت مردها از آن زمان تا به حال تغییر نکرده است. شکارچی امروزها پوست حیوانات شکار کرده را به منزل نمی آورد، اما میل خود را در گرایش به زنان با پوشیدن لباسهای خوب، داشتن اتومبیل و ثروت ابراز می دارد. مرد روزگار ما به اندازه مردان روزگار پیش از تمدن میل راضی کردن زنان را دارد. تنها چیزی که تغییر کرده است طرز راضی کردن آنهاست. مردانی که در زمینه‌های مالی به موفقیت‌های بزرگ می‌رسند می‌خواهند از این میل خود برای راضی کردن زنان استفاده کنند. زن را از زندگی مرد بیرون ببرند تا ثروت اهمیت خود را برای بسیاری آنها از دست بدهد. این میل شدید به ذاتی مردان به راضی کردن زنان است که سبب می شود زن بتواند مرد را به اوج برساند یا او را در هم خرد کند. زنی که طبیعت مرد را می شناسد و سعی می کند که نیاز او را برآورده سازد، ترس از رقابت دیگر زنان ندارد. مردها در برخورد با همجنسان خود ممکن است در حد قوی‌تر به نظر برسند، اما همین مردان به آسانی تسلیم زنان می شوند. بسیاری مردها به سادگی نمی پذیرند که تحت نفوذ زنان مورد علاقه خود قرار گیرند، زیرا طبیعت مرد حکم می کند که خود را موجود قوی تر ببیند. از آن گذشته زنی باهوش و با فراست این ویژگی مردانه را رعایت می کند و گرفتار آن نمی شود. بعضی از مردم می دانند که تحت تأثیر زنان قرار دارند، همسر، معشوقه، مادر و یا خواهر، اما در برابر این نفوذ آنها اقدام صورت نمی دهند، زیرا مردها هم به قدر کافی باهوش و با فراست هستند که بدانند هیچ مرد به نفوذ یک زنی مناسب به شادی و خوشبختی نمی رسد. مردی که این واقعیت مهم را در نظر نمی گیرد خود را از آنچه به مردان موفق اجازه موفقیت داده است محروم می سازد. خوشبختی به انجام دادن است، نه تماماً به داشتن. فصل 11، کیمیاگری، احساس جنسی. گام 10 به سوی ثروت. منظوری ما از کیمیاگری تغییر دادن یا انتقال یک عنصر از یک شکل انرژی به شکل دیگر است. احساس جنسی ذهنیتی خاصی را ایجاد می کند. این ذهنیت را به دلیل نادانی اکثراً با توجه به جنبه فیزیکی آن در نظر می گیرند. احساس جنسی به 3 امر مهم نظر دارد که عبارتند از بقای نسل، حفظ سلامتی، تبدیل انسان میانه به انسان نابغه. برای رسیدن به این دیگرگونی کافی است که ذهن را از اندیشه‌های فیزیکی به فکرهای ماهیتاً دیگر تبدیل کنیم. میل جنسی قوی ترین میل موجود در انسان است. کسی که تحت تأثیر آن قرار می گیرد از نیروی تصور و تخیلی فراوان برخوردار می شود. شجاعت، قدرت، اراده، بردوامی و آفرینندگی پیدا می کند که در دیگر وقتها وجود خارجی ندارد. میل جنسی در انسان به اندازه قدرتمند است که شخص به خاطر آن شهرت و اعتبار خود را به خطر می اندازد و حتی جانش را در معرض خطر قرار می دهد. وقتی از این میل به درستی استفاده شود، تحت تأثیر تصور و تخیل و شجاعتی که از آن به وجود می آید، ادبیات، هنر و پول و ثروت صورت خارجی پیدا می کند. دیگرگونی و تبدیل نیروی جنسی حتما لازمه قدرت اراده است، اما پاداش دریافتی به تلاش آن می ارزد. میل اظهار جنسی درونی و طبیعی است. این میل را هرگز نباید فرو نشاند و آن را از بین نباید برد. به جای آن باید راه گذر به آن داد که در خدمت جسم، ذهن و روحی انسان قرار گیرد. اگر این اجازه گذر داده نشود، کانال‌های تنها فیزیکی پیدا می کند.
می توان به رودخانه سر زد و آب آن را مدت لجام کرد، اما دیر یا زود این آب جمع شده راهی خروج پیدا می کند. همین مطلب در مورد احساس جنسی نیز صدق می کند. می تواند مدت آن را فرو نشاند و اداره کرد، اما ماهیت آن به گونه است که راه برای خودنما شدن می یابد. اگر این میل را به نیروی اخلاقی تبدیل نکنیم، راه خروجی کم ارزشمندتر پیدا می کند. رابطه موفقیت با میل جنسی برتر. براستی چه خوشبخت است کسی که می تواند از میل جنسی به گونه آفریننده استفاده کند. بررسی های علمی به حقیقت های مهم دست یافتند که می توان به دو مورد اشاره کرد. انسان های موفق از طبیعت جنسی عالی برخوردارند. به عباره دیگر آنها هنری تبدیل میل جنسی را آموختند. دوم، مردان موفق در ادبیات، صنعت، هنر و دیگر پیشه ها تحت تأثیر نفوذ یک زن قرار داشتند. بررسی هایی که به این نتیجه رسیده اند تاریخ 2000 ساله دارند. در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم که زنان و مردان بسیار موفق انگیزه های جنسی قوی داشتند. احساس جنسی نیروی مقاومت ناپذیر است. انسان تحت تأثیر این نیرو با نیروی فوق‌العاده برای اقدام کردن مجهز می شود. اگر معنای این عباره را درک کنید، می بینید که تبدیل و دیگرگونی جنسی راز توانایی آفریدن است. اگر غدود جنسی انسان یا حیوانات را از آنها بگیرید، منبع حرکتی مهم را از آنها دور می کنید. برای روشن‌تر شدن موضوع به رفتار حیوانی که اخته می شود توجه کنید. گرفتن نیروی جنسی از مرد یا حیوان نر تمام نیروی مبارزه و جنگجویی او را به نیستی می برد. برداشتن توان جنسی زنان نیز همین مشکل را در آنها ایجاد می کند. 10 محرک ذهن. ذهن انسان نسبت به محرک واکنش نشان می دهد. با کمک این محرک نیرومند تصوری آفرنده، میل شدید و غیره در انسان ایجاد می شود. محرکایی که ذهن انسان به آسانی به آن واکنش نشان می دهد عبارتند: یکم، میل آشکار کردن نیروی جنسی. دوم، عشق. سوم، اشتیاق سوزان برای شهرت، قدرت، منبع‌های مالی، پول. چهارم، موسیقی. پنجم، دوستی میان دو جنس مخالف یا موافق. ششم، ایجاد اتحادی از همکاران که با فعالیت همگون برای پیشرفت مادی و معنوی تلاش می کند. هفتم، رنج بدن. هشتم، خود تلقین کنی. نهم، ترس. دهم، مواد مخدر و مشروبات سپرتی. میل ابراز جنسی در سر همه این محرک ها جای دارد. به سادگی روی مغز اثر می گذارد و چرخهای اقدام جسمانی را به حرکت می آورد. از این میان 8 محرک طبیعی و سازنده و 2 محرک خراب کننده اند. این فهرست را از آن جهت پیشنهاد کردیم که بتوانید به سادگی عامل‌های تاثیرگذار بر مغز را مطالعه کنید. با توجه به این بررسی به خوبی نمایان است که احساس جنسی قدرتمندترین محرک‌هایی است که بر ذهن اثر می‌گذارد. درباره اینکه چه کسی نابغه است سخن زیاد گفته‌اند، اما احتمالاً به عنوان یک تعریف مناسب میتوان گفت نابغه کسی است که میتواند بر شدت اندیشه خود بیفزاید تا بتواند آزادانه از سرچشمه‌هایی که از دانش در ذهن و اندیشه طبیعی وجود ندارد استفاده کند. در اینجا سوال‌های به میان می آیند و از جمله آنها این که چگونه میتوان با دانش ارتباط برقرار ساخت
که در اندیشه های معمولی وجود ندارند. سوال دومی که ممکن است به میان آید این است: آیا منبع از دانش وجود دارد که تنها نابغه ها بتوانند از آن استفاده کنند؟ و اگر وجود دارد این منبع ها کدامند و چگونه میتوان به آنها رسید؟ استعدادی فوق‌العاده به کمک حس ششم ایجاد می شود. درباره واقعیت داشتن حس ششم به اندازه کافی بحث شده است. این حس ششم تجسمی آفرنده است. تجسمی آفرنده آن چیزی است که اکثرا مردم در تمام مدت عمر خود از آن استفاده نمی کنند و اگر بکنند 100% تصادفی است. تنها کم کسانی به مقصد از تجسمی آفرنده استفاده می کنند. کسانی که از این ذهنیت داوطلبانه استفاده می کنند و معنای آن را می دانند نابغه هستند. ذهنیت تجسمی آفرنده رابطه مستقیم میان ذهن محدود انسان و فراست به انتهای الهی است. توجه داشته باشید که کشف اصول نو و اولیه در قلمرو اختراع به کمک ذهنیت تجسمی آفرنده صورت میگیرد. وقتی نقطه نظرها با مفهومها به ذهن انسان وارد میگردند، از یک یا چند منبع زیر حاصل می شود. یکم، فراست به انتها. دوم، ذهن نیمه هوشیار که در آن کلیه اطلاعاتی به دست آمده توسط قوه های حس کننده پنجگانه و به مغز خبر رسان در آن جای دارند. سوم، اندیشه های آزاد شده از ذهن دیگران. چهارم، ذهن نیمه هوشیار دیگران. منبع های دیگری که بتوان از نقطه نظرهای الهام بخش را دریافت کرد وجود ندارد. وقتی مغز تحت تأثیر یک یا چند محرک ذهنی به حرکت می آید، می تواند شخص را به آن سوی افق فکرهای عالی ببرد و به او امکان بدهد تا حالتها و دامنه از فکرها را که در سطحهای پایین تر قابل درک نیستند ببیند. وقتی به این فراست‌های اندیشه می رسیم، شخص در شرایطی کسی قرار می گیرد که در هواپیما در دل آسمان هاست و می تواند از آن بالا خط افق را ببیند و حالان که اگر روی زمین باشد چنین امکان وجود ندارد. از آن گذشته وقتی در سطح اندیشه بالاتر قرار می گیریم، تحت تأثیر عامل‌های محدود کننده مانند دستیابی به نیازهای اولیه، غذا، لباس و مسکن قرار نمی‌گیریم. کسی که در چنین موقعیت قرار می‌گیرد، حالتی کسی را دارد که از درون هواپیما، درها، تپه‌ها و دیگر محدودیت‌های فیزیکی مانع از دیدن او نمی‌شوند. ذهن آفرنده در این هواپیمای اندیشه آزادانه عمل می‌کند. به عباره دیگر، راه را برای فعالیت حس ششم هموار می سازد. نقطه نظرهای را در می یابد که در دیگر شرایط امکان دسترسی به آنها فراهم نیست. حس ششمی آن ذهنیت است که فرق میان نابغه و شخص عادی را مشخص می سازد. وسعت ذهن آفرنده. ذهن آفرنده نسبت به آنچه از خارج ذهن نیمه هوشیار شخص سرچشمه می گیرد، گوش به نظرتر و حساستر می شود. می توان این قدرت ذهنی را با تمرین و با استفاده از آن رشد و پرورش داد. آنچه با نام وجدان شخصی شناخته می شود تماماً بر اساس حس ششم کار می کند. هنرمندان، نویسندگان، موسیقیدانها و شاعران نامی از آن جهت بزرگ می شوند از ذهن و تصور آفرنده خود استفاده کنند و این نکته را کسانی که از قوه تصور زیاد برخوردارند به خوبی درک میکنند. چگونه اختراعکار به بهترین نقطه نظرهای خود دست یافت؟ دکتر المیر گیتس، ساکن شهری مریلند، تا کنون 200 اختراع مفید کرده که عامل آن استفاده از ذهن آفرنده بوده است. روش او برای همه کسانی که به استعداد فوق‌العاده اهمیت می‌دهند جالب توجه است. دکتر گیتس بیشک
یکی از بزرگترین دانشمندان روی زمین بود که از شهرت چندان زیاده برخوردار نشد. او در آزمایشگاه خود اتاقی داشت که آن اتاق را ارتباط شخصی می‌نامید. این اتاق ضد صدا بود و طور آرایش یافته بود که دکتر گیتس از پشت میز کارش می‌توانست همه چراغ‌های آن را خاموش کند. در این اتاق میزی کوچکی گذاشته بودند که دکتر گیتس روی آن صفحه‌های کاغذی را حفظ می‌کرد. پیش میز روی دیوار یک تکمه فشار برقی وجود داشت که نور را اداره می‌کرد. وقتی دکتر گیتس می‌خواست با کمک ذهنی آفرنده خود از نیروهایی که در اختیار داشت استفاده کند، به درون اتاق خود می‌رفت. پشت میزش می‌نشست، چراغ‌ها را خاموش می‌کرد و به عامل‌های شناخته شده اختراعی که روی آن کار می‌کرد می‌اندیشید. در این حالت آنقدر باقی می‌ماند تا نقطه نظری را که انتظار داشت می‌یافت. گاه این نقطه نظرها به قدر با سرعت به ذهن او می‌رسیدند که مجبور می‌شد به مدت 3 ساعت آنها را یادداشت کند. وقتی جریان اندیشه باز می‌ایستاد و او یادداشت‌های خود را مطالعه می‌کرد، می‌دید به اصول دست یافته است که اگر دنیای علمی آن زمان وجود خارجی نداشت. از آن گذشته پاسخ و مسئلهش به گونه جالب در نوشته‌هایش به چشم می‌خورد. دکتر گیتس زندگی خود را در انتظار شنیدن نقطه نظرها می‌گذراند. او برای شخصان و شرکت‌ها کار می‌کرد. برخی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا با او پول‌های کلان می‌دادند تا در انتظار نقطه نظرهای مورد علاقه‌اش به فکر فرو رود. ذهن دلیل آور اکثراً خطا می‌کند، زیرا بیشتر تحت تأثیر تجربه‌های اندوخته شخصی است. باید توجه داشت که حتماً همه دانشی که شخص به کمک تجربه می‌اندوزد درست نیستند. نقطه نظرهای دریافت شده از طریق ذهن آفرنده به مراتب قابل اعتماد ترند، زیرا در مقایسه با ذهن دلیل آور از منبع‌های باور بخش گرفته می‌شوند. شما هم می‌توانید از روش‌های نابغه‌ها استفاده کنید. فرق اصلی میان نابغه‌ها و اختراعکاران بیشتر در این است که نابغه به کمک ذهن آفرنده خود کار می‌کند و حال آنکه دیگران اطلاع از این ذهنیت ندارند. اختراعکار علمی هم از تصور نقطه نظرهای شناخته شده یا اصول یاد گرفته به کمک تجربه آغاز می‌کند. اگر او به این نتیجه برسد که این دانش اندوخته برای تکمیل اختراعش کافی نیست، آنگاه به سراغ دانش موجود در ذهن خود می‌رود. شخصان هر کدام به روش تن به این کار می‌دهند. روش دکتر گیتس به قرار زیر است. یکم، او ذهن خود را طور حرکت می‌دهد که بتواند در سطحی بالاتر از میانه فعال شود. از یک یا چند مورد از محرک‌های ذهنی یا از دیگر محرک‌ها به انتخاب خود استفاده می‌کند. دوم، او به عامل‌های شناخته شده از اختراعش توجه می‌کند و در ذهن خود تصویری کامل از عامل‌های ناشناخته از اختراعش خلق می‌نماید. گاه نتیجه‌ها بسیار معلوم و مشخصند. در موردهای ممکن است نتیجه منفی باشد. همه چیز وابستگی به رشد یا وسعت حس ششم دارد. جناب ادیسون بیش از 10,000 ترکیب از نقطه نظرهای خود را قبل از آن که از ذهن آفرندش استفاده کند آزمایش کرد و جواب گرفت که نتیجه آن تولید لامپه‌های روشنایی بود. برای اختراع فونوگراف هم از روش ماننده استفاده نمود. با دلایل مشخص می توان گفت که ذهن آفرنده وجود دارد. نمونه و شاهد آن کسانی هستند که به کمترین آموزش رسمی توانستند در زمینه‌های رهبری و پیشرفت‌های بزرگ نائل آیند. ابراهام لینکلن نمونه بزرگی از رهبری است که توانست به کمک ذهن آفرنده خود به عظمت و بزرگی برسد. نیروی عظیم جنسی. صحیفه‌های تاریخ پر از ماجرای رهبران بزرگ است که پیشرفت‌های آنها را می‌توان به نفوذ زنان نسبت داد که ذهن آفرنده آنها را به کمک تحریک انگیزه جنسی فعال کردند. ناپلئون
بناپارت از جمله این شخصان بود. وقتی تحت تأثیر نخستین همسر خود یعنی ژوزفین قرار داشت، زیرا غیر قابل مقاومت و آسیب ناپذیر بود. وقتی ژوزفین از زندگی ناپلیون بیرون رفت، راهی ارتش ناپلیون هموار شد. دیری نگذشت که شکستی ویتای یلین را تحمل کرد. در تاریخ امریکا بسیاری از نامداران و سرشناسان را می شناسیم که در موفقیت خود قرضدار زنان خود هستند، اما وقتی همسر خود را کنار گذاشتند و از سراغ زنان دیگر رفتند، راه ارتش در پیش گرفتند. ناپلیون یگانه مرد نبود که فهمید نفوذ جنسی اگر از منبع درست و بجا باشد قدرتمندتر از نیرویی است که از اثبات کلام سر میزند. ذهن انسان نسبت به محرک واکنش نشان میدهد. از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین محرک‌ها انگیزه جنسی است. وقتی این دو انگیزه اداره و تبدیل می شود، می تواند شخص را به مقام بلند برساند و هراسانی و ناراحتی را از او بزداید. برای آنکه خاطره شما را تازه کرده باشم، زندگی نامه تن چند از موفقای برجسته را برایتان شرح می دهم. همه آنها زندگی جنسی تاثیرگذار داشتند. از جمله این شخصان می توان به جورج واشنگتن، ناپلیون بناپارت، ویلیام شکسپیر، ابراهام لینکلن، والدو امرسون، رابرت برنز، توماس جفرسون، آلبرت کوبارد، جفرسون گایری، وودرو ویلسون، جان بوترسون و اندریو جکسون اشاره کرد. آگاهی شما از شرح زندگی شخصانی موفق می تواند بر تعداد این فهرست بیفزاید. اگر می تواند کسی را بیابید که در طول تاریخ توانسته باشد به داشتن انگیزه جنسی به موفقیت‌های بزرگ دست یافته باشد. اگر به زندگی نامه کسانی که همکنون در قید حیات نیستند شوقمند نیستید، به سرگذشت زندگی کسانی توجه کنید که می دانید بسیار موفق بودند. ببینید که زندگی جنسی این شخصان موفق یا ناموفق بوده است. نیروی جنسی انرژی آفرنده همین نابغه هاست. البته هرگز منظوری ما این نیست که بگوییم همه کسانی که زندگی جنسی موفق داشتند در شمار نابغه ها قرار دارند. انسان زمانی به مرحله استعدادی فوق‌العاده می رسد که بتواند ذهن خود را به کمک نیروهای موجود خود و به کمک ذهنی آفرنده مورد استفاده قرار دهد. در این میان از جمله محرک‌های مهم نیروی جنسی است، اما دانستن این نیرو به تنهایی برای نابغه شدن کافی نیست. این نیرو را باید از میل و انگیزه به مسئله‌های میل‌ها و عمل‌ها هدایت کرد. چرا شخصان کمش پیش از 40 سالگی موفق می شوند؟ من با تحلیل بررسی بیش از 25,000 نفر دریافتم که کمتر شخصان پیش از 40 موفق می شوند. بسیاری از آنها بعد از 50 سالگی به این مهم می رسند. این موضوع به قدر برای من جالب بود که تصمیم گرفتم درباره سبب‌های آن بررسی دقیق کنم. دریافتم اکثرا این که بیشتری شخصانی موفق قبل از 40 یا 50 سالگی به این مهم نرسیدند، این است که اکثرا قبل از این سن و سال درک نمی کنند که نیروی جنسی می تواند در شکل و شمایل غیر فیزیکی ظاهر گردد. بسیاری مردان به این توجه ندارند که میل جنسی امکانات‌های دیگری نیز در خود دارد که به مراتب از ابراز جنسی بیشتر است. بسیاری شخصان زمان به این مهم میرسند که سالهای عمر خود را درست در زمانی که نیروی جنسی بسیار قوی است از 40 تا 50 سالگی از دست دادند. بسیاری از این شخصان در موقعیتی بودند که می توانستند آن را فایده‌مندتر در سمت‌های مناسب‌تر هدایت کنند. میل ابراز جنسی تا حدود زیاد قوی ترین هیجان‌های انسانی است و به همین دلیل وقتی به درستی آن را به عمل تبدیل کنیم و آن را تماماً به صورت فیزیکی آشکار ندهیم، می توانیم برای رسیدن به موفقیت‌های سطح بالا از آن استفاده کنیم. بزرگترین محرک ذهن. تاریخ پر از نام کسانی است که به کمک محرک‌های مصنوعی از نوع الکلی و مواد مخدر به موفقیت‌های بزرگ رسیدند.
ادگار آلان پو تحت تاثیر الکلی وران را نوشت. او رویاهایی را در خواب دید که قبلا جرأتی در خواب دیدن آنها را نداشت. جیمز ویتکام رایلی بهترین آثار خود را تحت تاثیر الکلی به رشته تحریر درآورد. رابرت برنز هم بهترین آثار خود را تحت تاثیر الکلی نوشت. اما بدانید که بسیاری از این شخصان سبب‌های نابودی خود را فراهم ساختند. طبیعت برای انسان امکانات‌های فراهم آورده که از آن به فایده خود استفاده کنند. می توانند از این به فکرهای نادر دست یابند که کسی از آن آگاهی نداشته است. تاکنون جایگزین برای محرک‌های طبیعی درست نشده است. روانشناسان می دانند که رابطه بسیار نزدیک میان میل‌های جنسی و تمایلات روانی وجود دارد. دنیا و سرنوشت تمدن به وسیله احساسات و هیجان‌های انسانی شکل می‌گیرد. شخصان در عملهای خود بیش از آن که تحت تأثیر دلیل باشند، تحت تأثیر احساسات خویش هستند. ذهن آفریننده کاملاً بر اساس احساسات و هیجان‌ها عمل می‌کند، نه بر اساس دلیل سرد و بی‌روح. قدرتمندترین احساسات و هیجان‌های انسان مربوط به نیروی جنسی است. البته محرک‌های ذهنی دیگری نیز وجود دارد که تاکنون به برخی از آنها اشاره کردیم، اما هیچ کدام آنها و حتی مجموعی آنها به اتفاق نمی‌توانند به اندازه نیروی جنسی باشند. یک محرک جنسی نفوذی است که می‌تواند موقتاً یا برای همیشه مدتی اندیشه را افزایش دهد. 10 محرک عمده‌ای که در اینجا توصیف شده اند نمونه‌هایی هستند که بیشتر به آن اشاره می شود. با کمک این منبع‌ها می توان به فراستی به انتها دست یافت. می توان به مخزن ذهن نیمه هوشیار خود یا دیگران موفق شد. مخزن جذابیت شخصی. معلمی که تاکنون رفتار 30,000 فروشنده را تحت تأثیر خود قرار داده است، به این نتیجه رسیده است که کسانی از نیروی جنسی قوی برخوردارند در زمینه فروش بسیار موفق می شوند. عامل شخصیت که مگنیت شخصی نامیده می شود چیز بیشتر یا کمتر از نیروی جنسی نیست. شخصان با انگیزه قوی جنسی همیشه نیروی جاذبه‌ای از خود زیاده دارند. این نیروی حیاتی را می توان در رابطه میان شخصان به طور تأثیرگذار مورد استفاده قرار داد. می توان آن را به کمک عامل‌های زیر به دیگران انتقال داد. یکم، دست دادن. تماس دستا با یکدیگر وجود این مگنیت یا نبودن آن را ثابت می کند. دوم، لحن صدا. نیروی جنسی در لحن صدا و طرز آن انعکاس می شود. سوم، حالت بدن. کسانی که تحت تأثیر نیروی جنسی قوی هستند به آسانی و چابکی حرکت می کنند. چهارم، لرزه اندیشه. کسانی که نیروی جنسی قوی دارند احساس جنسی را با اندیشه های خود می آمیزند. می توانند این کار را به اراده خود انجام دهند، زیرا به کسانی که در اطراف آنها هستند تأثیر بگذارند. پنجم، حالت ظاهر. شخصانی که نیروی جنسی قوی دارند به تعیین ظاهر خود توجه دارند. معمولاً لباس انتخاب می کنند که مناسب شخصیت، جسم، رنگ پوست و غیره آنها باشد. مدیران خدمتجوی هنگام خدمتجویی فروشندگان به جاذبه شخصی به عنوان یکی از صفتهای بارز فروشندگان نگاه می کنند. کسانی که نیروی جنسی ندارند هرگز نمی توانند دیگران را به قدر لازم دلگرم کنند یا آنها را تحت تأثیر قرار دهند. اشتیاق و دلگرمی یکی از مهمترین نیازهای فروشندگی است. سخنرانان، موعظه‌گیران، وکیلان یا فروشندگانی که از نیروی جنسی خوب برخوردار نیستند نمی توانند روی دیگران تأثیری مطلوب بگذارند. در واقع این نیرو از جمله توانایی‌های اولیه شخصان به حساب می رود. شخصانی مجهز به این نیرو می توانند به سادگی آن را در خدمت فروش بگیرند
و همان طوری که میبینید در واقع نیروی جنسی را به عملی دیگر تبدیل میکنند. فروشنده ای که میداند چگونه ذهن خود را در راه رسیدن به هدف به خدمت گیرد، هنری تبدیل نیروی جنسی را آموخته است. بسیار شخصانی که به این مهم نائل می آیند، به آنکه خود آگاه باشند و به آنکه بدانند چگونه این کار را انجام میدهند، تن به این کار میدهند. تبدیل نیروی جنسی لازمه قدرت اراده است، اما کسانی که ظاهراً احساس میکنند که از این نیرو به اندازه کافی برخوردار نیستند، میتوانند آن را به تدریج به دست آورند. توجه داشته باشید که از زحمت تلاش برای رسیدن به این مهم به چند برابر به فایدهش میرسد. باورهای اشتباه درباره نقش خراب کننده نیروی جنسی بر شخصیت. به نظر می رسد که بسیاری از شخصان در زمینه موضوعهای جنسی از علم و آگاهی کافی برخوردار نیستند. نیروی جنسی را آنطوری که هست درک نکرده‌اند و از آن برداشت‌های نادرست دارند. حتی در روزگار پیشرفته ما میلیون ها نفر از عقیده‌های منفی رنج می‌برند که آن را به دلیل این باور غلط که داشتن طبیعت جنسی بسیار قوی چیزی بدون نفرین شده است نصیب برده‌اند. البته برتری قائل شدن برای داشتن طبیعت جنسی قوی هرگز به معنای تشویق به بند و باری نیست. هرگز جایز برای خطا کردنهای جنسی نیست. احساس جنسی زمان یک فضیلت است که برای درست هدایت شود. ممکن است از این نیرو به اشتباه استفاده شود و اکثرا هم این اتفاق می افتد به طوری که به جای نعمت و ثروت نتیجه برعکس می دهد. برای من بسیار جالب بود وقتی دریافتم که تقریبا هر رهبری صاحب تجربه موفقیتش الهام گرفته از یک زن بوده است. در بسیاری از موردها این زنی که صحبت از اوست زنی از خود گذشته بود که دیگران یا او را به کلی نمی شناختند یا آشنایی چندان با او نداشتند. در موردهای نادر نیز پای زن دیگری در کار بوده است. هر انسانی باهوش و با ذکاوت می داند که تحریکی بیش از اندازه که از استعمال مشروبات اسپرتی و مواد مخدر تولید می شود شکل خراب کننده از بی‌اعتدالی و زیادروی کردن است. اما البته همه این را نمی دانند که از حد گذشتن در فعالیت‌های جنسی به اندازه استعمال مشروبات اسپرتی و مواد مخدر خراب کننده است. کسی که در کارهای جنسی زیادروی می کند با کسی که حس و حافظه‌اش را از دست داده است فرق ندارد. در واقع هر دو قدرت اثبات و اراده خود را از دست دادند. برافشانی مشخص است که نادانی نسبت به موضوع جنسی شخص نادان را به شدت جریمه می کند و عذاب می دهد و او را از امتیازات این نعمت محروم می سازد. نادانی گسترده در زمینه‌های جنسی نتیجه این حقیقت است که درباره این موضوع به اندازه کافی حرف زده نشده است و اطلاعات به قدر کافی باوری بخش در اختیار شخصان قرار نگرفته است. سالهای پرثمری بعد از 40 سالگی. به کمی اتفاق می افتد که کسی قبل از 40 سالگی کاری آفرندگی صورت دهد. بسیاری از شخصان در فاصله 40 و 60 سالگی به این مهم می رسند. این را به تکیه به بررسی دقیقی که روی هزاران زن و مرد انجام داده‌ام می گویم. این مطلب باید برای همه کسانی که قبل از 40 سالگی به موفقیت مورد نظر خود نمی رسند و به ویژه برای کسانی که از فرارسیدن سنی میان سالی نگران هستند شفق‌انگیز باشد. تا جایی که می دانم مفیدترین سالهای عمر انسان فاصله های سالهای 40 و 50 سالگی اوست. باید به ترس و نگران این دوران زندگی را پشت سر گذاشت. اگر برای این مطلب دلیل و حجت می خواهید می گویم که شخصان قبل از 40 سالگی نمی توانند به پیروزی های چشمگیر برسند. زندگی موفق ترین مردان روزگار را مطالعه کنید تا همه چیز به شما ثابت شود. هنری فورد قبل از 45 سالگی موفق نشد. اندرو کارنگی بعد از 40 سالگی شاهدی موفقیت را در آغوش کشید. جیمز هیل در 40 سالگی هنوز به کار ساده خود سرگرم بود.
شرح سرگذشت صنعتکاران موفق عبارت از تجربه ها است که نشان می دهد کارسازترین سالهای عمر انسان در فاصله سن 40 و 50 سالگی اوست. انسان در فاصله سن 30 و 40 سالگی هنر تبدیل نیروی جنسی را می آموزد. این کشفی او کاملا تصادفی است. بسیار وقتا کسی که به این مهم نائل می شود اطلاعی از آن ندارد. ممکن است به این نتیجه برسد که نیروی موفقیت او در فاصله سن 35 تا 40 سالگی افزایش یافته است، اما در بسیار موردها با سبب این تغییر آشنا نیست. خزینه قدرت احساسی خود را اداره کنید. نیروی جنسی به تنهایی انگیزه قدرتمند برای عمل است، اما این نیرو به تنباد شباهت دارد و به عباره دیگر اکثرا قابل اداره نیست. احساس عشق و احساس جنسی در هم می آمیزند و برابری ایجاد می کنند. کسی که قبل از 40 سالگی اینها را احساس نکرده باشد. مردی که می تواند زنی را راضی کند در شرایطی است که به موفقیت‌های بزرگ برسد، اما این امکان وجود دارد که عملهایش سازمان نیافته، خللدار و خراب کننده باشد. وقتی تنها تحت تأثیر انگیزه جنسی برای راضی کردن زن تشویق می شود، ممکن است دست به قمار، تقلب و حتی قتل میزند. اما وقت احساس عشق با هیجان و جنسی در هم می آمیزد، شخص عملهای خود را به گونه پاک و معتدل و منطقی هدایت می کند. عشق، تخیل و نیروی جنسی همه احساساتی هستند که می توانند انسان را به بالاترین موفقیت ها میل دهند. عشق احساس است که مانند در پوش ایمنی عمل می کند و تبادل را تأمین می نماید. وقتی این سه احساس در هم می آمیزند، از انسان نابغه خلق می کنند. احساس و هیجان حالت از ذهن است. طبیعت به انسان چنان ذهنیتی داده که می تواند مانند اصول شیمیایی در ماده عمل کند. همه این را می دانیم که یک شیمیادان به کمک مواد می تواند با ترکیب چند عنصر زهر کشنده بسازد و حالان که ممکن است هر یک از این عنصرها را به تنهایی خطرناک نباشند. احساسات هم ممکن است به همین طریق طور ترکیب شوند که تولید زهر کنند. احساس جنسی و حسادت وقتی در هم می آمیزند، می توانند از انسان جانور وحشی بسازند. حضور یک یا چند احساس خراب کننده در ذهن انسان تولید زهری کشنده می کند که می تواند احساس عدالت و انصاف را در او از بین ببرد. راه رسیدن به استعداد فوق‌العاده شامل وسعت، اداره و استفاده از نیروی جنسی، عشق و عاشقی است. به طور ساده می تواند این فرایند را به شکل زیر توضیح داد. حضور این احساسات را در قالب مثبت خود در ذهن تشویق کنید. سعی کنید احساسات خراب کننده را از ذهن بزدایید. ذهن ساخته و پرداخته عادت است. ذهن با توجه به فکرهایی که به آن راه می‌یابد شکل می‌گیرد. با کمک نیروی ذهنی قدرت اراده می‌توان درباره حضور داشتن یا نداشتن احساس تصمیم گیری کرد. اداره ذهن با کمک نیروی اداره هرگز دشوار نیست. اداره در اثر بردوامی و عادت ایجاد می‌شود. سر اداره در درک فرایند دگرگونی و پیشرفت قرار دارد. احساس منفی در ذهن شخص می تواند به یک احساس سازنده مثبت تبدیل گردد. راه رسیدن به استعداد فوق‌العاده تلاشی اراده است. ممکن است کسی تحت تأثیر نیروی جنسی به موفقیت‌های مالی بزرگ دست یابد، اما تاریخ عبرت مجموعی عبرت‌آموز است که نشان می‌دهد شخصان با این صفت‌ها هم نفس اکثراً نمی توانند از این موقعیت پاسداری کنند و از آن لذت ببرند. به توجهی به این حقیقت هزاران نفر را از امتیاز خوشبختی حتی در شرایط ثروت و بی‌نیازی محروم کرده است.